سوال من است که در خودم فعلا استاد در یک از کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنم و راستش تمام است استاد، مشکلات زیاد است در این جامعه، تنها بودن بسیار مشکل است و استاد حقیقتش زیاد از این احساس جدیدن همین اتفاقای اخیری که در زندگی ما افتاده بسیار بالای روی تاثیر منفی داشته و الحمدلله استاد میفهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایوب علیه السلام، نوح علیه السلام، تمام انبیا و خلفای راشدین، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همیشان مشکلات و سختی‌ها را سپری که استاد میخوایم قلب ما آرام شود. امروز استاد اگر در مورد حکمت از این صحبت بکنین و واقعا استاد سخت از دیت کشورها زندگی کردن، ایمان انسان استاد برای انسان خیلی فشار میاد و خیلی وقتا همیشه خودم تسلی میدم استاد که ان الله مع الصابرین، ان الله یحب الصابرین، ولی استاد گاهی اوقات خطاهای از پیش خودم سر میزند، احساس بد برام دست میده، احساس میکنم ایمانم ضعیف شده، یعنی استاد نمیخوایم واقعا هلاک شم استاد، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله. سخت است. تمام آرزوی استاد از کودکی بود که به دین الله سبحانه و تعالی به شکل خدمت کنم ولی نتونستم استاد. حالا هدف میاد که خودم هم از بین نرم یک بار. اگر استاد یک نصیحتم بکنین و از شما استاد عزیز و از همکارانتان، از همه خواهر و برادر مسلمان که صدای من میشنوه تقاضای دعای خیر دارم استاد. الله سبحانه و تعالی خوشبختی دنیا و آخرت نصیبتان کنه استاد. الله سبحانه و تعالی استاد همونطور که ما براتان افتخار میکنیم استاد، الله سبحانه و تعالی بالایتان افتخار کنه. الله سبحانه و تعالی خوشبختی دنیا و آخرت نصیبتان کنه استاد. همیشه وقت با دیدن برنامه شما استاد خیلی سوالات در ذهن انسان حل میشه و به حقیقت انسان پی میبره و استاد والله قسم که این تلاشتان بدون اجر و پاداش نیست و از زندگی زودگذر دنیا استاد که بخیر خلاص شود و شما خوشبختی ابدی دارین و الله سبحانه و تعالی نصیب همه ما و شما بکنه. آمین آمین برادر عزیز، الله مطالب پسند کنه. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشین. استاد میشنم از طریق یوتیوب اگر اجازه باشه بسیار تلویزیون داده بسیار بعد از یوتیوب جواب سوال ما بشنوم. بازم التماس داشت استاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال مشکلی است، یعنی ما نمیخوایم این مسائل عاطفی جواب بدیم، یعنی بیاییم با واقعیت جواب بدیم. ببینید برادر عزیز، رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دین، من همیشه مولانای شهید مولانا مجیب الرحمن انصاری و عزیزانی که بودن همراه ما در وصال، گاهی اوقات شماها شاید همیشه ما را دیده باشین با چهره‌های خندان و شاش در جلوی دوربین می آمدیم تا آخرین لحظه، تا آخرین روزی که فرکانس قطع شد برنامه اجرا کردیم، خندیدیم، شوخی کردیم. اما شاید خیلی از شما خبر نداشتید از مشکلات ما، از مشکلات امنیتی ما، از مشکلات مالی ما، از تهدیدهای جانی که میشد. یعنی تصور بکنید، یعنی مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه آخر به آرزوی خودش رسید و از همکاران ما، از عزیزان ما، نه تنها در وصال، از فعالیت‌هایی که قبل از وصال داشتیم، یعنی تعدادی زیادی از دوستان عزیزان ما به شهادت رسیدن که باور بکنید بعضی از اونها رو وقتی که یعنی از دست دادیم، مانند احمد ظاهر اسلمی رحمه الله، مانند حامد بدخشانی رحمت الله علیه، مانند احمد جاوید برادر عزیز و گرامی، خیلی دوستان بودن که یعنی وقتی اونها را از دست دادیم باور میکنید گاهی اوقات شاید تا یک ماه یعنی نه خواب نه خوراک، هیچ لذتی نداشت زندگی. ببینید این سختی ها و مشکلات رو مثلا شاید باور هیچ کس نشه که کسانی بودن که در شبکه وصال با ما همکار بودن تا 6 ماه 7 ماه حقوق نگرفتن، با سختی، با مشکلات، با قرض گرفتن زندگی خودشون رو گذراندن. طبیعتا انسان زندگی میکنه، کرایه خانه میده، غذا میخوره، علف که نمیخوره، انسان در گوهر که زندگی نمیکنه. خب همه این مشکلات و سختی ها رو به جان خریدن به خاطر چی؟ به خاطر دین. این صبر و این تحمل رو کی به ما میده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما برادر عزیز در راه دین چی کشیدیم؟ نهایتش یک تهدید شدیم، نهایتش 4 روز زندان رفتیم،
نهایتش مثلا یک مشکلاتی رو دیدیم، از یک جا به جای دیگه مهاجر شدیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه دین از سر و بدنشون خون جاری شده، عزیزانشون رو از دست دادن، بهترین یارانشون رو از دست دادن، صورت مبارکشون زخم شد، دندان مبارکشان شکست، سرشان شکافت. یعنی چه سختی ها و مشکلاتی رو در راه دین ندیدن. صحابه رو ببینید، خودتون رو یک روز به جای سمیه قرار بدید رضی الله تعالی عنها، پیرزنی که در روی ریگ های داغ صحرای مکه میخواباندنش و او رو شلاق میزدن و او میگفت احد احد، سنگ بر روی سینه‌اش میگذاشتن، بلال، عمار، یاسر، صهیب، خیلی از صحابه‌ای که شکنجه شدن در مکه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مخلفاتی که بعد از ولادت شتر، بسیار چیزای بزرگی است که ابرای بعد از ولادت شتر از شکم شتر خارج میشه، که یعنی 5-6 مرد این رو برمیدارن. این رو برداشتن در سر پیامبر صلی الله علیه و سلم در انگام سجده در مکه گذاشتن که سرشون رو مبارک نمیتونستن بلند بکنن. هیچ کس هم جرئت نمیکنه برداره. چرا؟ کی گذاشته این رو؟ سران مکه گذاشتن، ابو جهل و ابو لهب و امیه و عتبه و شیبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها دختر کوچکی است، خردسالی، شاید 7-8 سالش باشه، میاد هرچی اینو میکشه گریه میکنه، ای مردم اینو از سر پیامبر خدا بردارید. کسی جرأت نزدیک شدن نمیکنه. با اون دستان کوچیکش فاطمه رضی الله تعالی عنها میاد که اینو دور بکنه، نمیتونه. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در اون حالت در مکه این سختی ها و شکنجه ها رو کشیدن. و از اینکه از صحابه بگیم شاید صدها برنامه بریم، هنوزم نمیتونیم اون مصائبی رو که در راه دین صحابه دیدن اونا رو بیان بکنیم. 72 نفر از بهترین قاریای قرآن در بئر معونه چگونه فجیعانه به دست کفار کشته میشن، در اونجا به شهادت میرسن. در بدر، در احد، در احزاب، در غزوات. و در زمان صحابه ببینید، در زمان تابعین ببینید، تا امروز در غزه ببینید، در ظرف 3-4 ماه بیش از 40,000 نفر انسان رو سلاخی کردن. زن، کودک، غذا نیست، دارو نیست. حتی امروز کلیپ هایی رو دیدم که غذاها و کمک هایی که به اصطلاح بشردوستانه‌ای که از راه مصر، حالا مثلا از 100,000 ماشین یکی رو اجازه میدن، اون رو هم چیکار میکنن؟ یهودی‌ها میان ماشین رو نگه میدارن، همه روغن ها برنج‌ها رو میگیرن، باز میکنن، در خیابان خالی میکنن، ماشین رو برمیگردن. با این ظلم و ستمی که مسلمان ها دارن در اونجا میکشن. به خاطر چی؟ به خاطر دین. به خاطر چی این همه انتقام و این همه ظلم و ستم؟ به خاطر اینکه میگن لا اله الا الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آیا میخواهید به این راحتی وارد جنت شوید و یعنی حالت گذشتگان برای شما نرسیده است که مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، سختی ها آمد، مشکلات آمد تا اینکه به لرزه در افتادن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. به اندازه‌ای که انقدر سختی و مشکلات روبرو شدن که دیگه راه ها همه بسته. این حکایت غزوه احزاب است، از بالا یهود، از پایین مشرکین، خندق، 4 طرف محاصره. حتی کسانی که با پیامبر بودن میگه لرزیدن، گفتن متى نصر الله، پیروزی خدا کی است؟ گاهی اوقات دیدن خدا کی این رحم میکنه بر ما، کی این مشکلات از سر ما حل میکنه. یعنی به این حد رسیده بودن. الله متعال به اونا چی میگه؟ الا ان نصر الله قریب. نصر الله سبحانه و تعالی چی است؟ نزدیک است. در سوره عنکبوت چی میگه؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. میگه شما فکر کردید که همین که بگید ایمان آوردیم خلاص درهای جنت باز است باید برید؟ الله باید امتحان بگیره که آیا شما در این ایمانتون صادق هستید یا در اولین مشکلات، در اولین سختیات تسلیم میشید، دست برمیدارید، برمیگردید.
الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات فتنه ها رو، امتحان ها رو، مشکلات رو، سختی ها رو به خاطر این میاره که از ما امتحان بگیره که آیا ما در این امتحان کامیاب میشیم یا نه. یکی از ملحدین بود بحث میکرد این چه خدایی است که امتحان میگیره ما رو بهش میفرسته جهنم میفرسته. گفتم خب گو ساله، خیلی معذرت میخوام این کلمه، چون اینها رو الله متعال میگه اولئک کالانعام، اینها مانند حیوانات هستن. گفتم خب گو ساله، تو الان درس خواندی، رفتی مثلا فوق لیسانس گرفتی در فیزیک یا در هر چیز دیگری که خوندی، تو همینا رو اگر روز اول بدونی که درس میخواندی، بدونی که امتحان میدادی، بدونی اینکه روز اول میومدن همه اون کلاسی که با شما مثلا 40 نفر بودن به همه میدادن فوق لیسانس در فیزیک، آیا تو عصبانی نمیشدی، ناراحت نمیشدی؟ میگفتی من این همه درس خواندم، اینو سعی تلاش کردم، این هم کلاسم که هیچی نخونده، اینم بعد مثل من مثلا فوق لیسانس در فیزیک بگیره؟ نه، در جامعه اونی که درس میخوانه، اونی که سعی میکنه تلاش میکنه فوق لیسانس میگیره، اونی که سعی نمیکنه تلاش نمیکنه میره کارگر شهرداری میشه. نه اینکه خدای نکرده نقص شأن اونها باشه، اما این جامعه اینطوری است. این عین عدالت است که در دانشگاه از شما امتحان میگیرن، در کنکور از شما امتحان میگیرن، آخر هر سال از شما امتحان میگیرن، ناکام شدی کلاس بالا نمیری. حالا گاهی شده بری در دانشگاه بگی یا در دبیرستان دبستان در اونجا بگی که با چیه بابا منو ناکام کردید، من 1 سال دیگه هم باید این کلاس رو بخونم. بله، چون در امتحان ناکام شدی 1 سال دیگه باید بخونی. در دنیا این عدالت است. وقتی الله متعال امتحان میگیره عدالت نیست. الله متعال میگه و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزها رو بین مردم میگردانیم، روز سختی، روز آسانی، روز پیروزی، روز شکست. ولیعلم الله الذین آمنوا، که الله سبحانه و تعالی مؤمنین واقعی رو آشکار بکنه. اینها همه امتحاناتی است که الله سبحانه و تعالی برای ما میاره تا ما رو امتحان بکنه و صبر ما رو. صبر خیلی مهم هست. صبری که یکی از بزرگترین عبادت هایی است که هیچ اجر و پاداش معینی برایش نیست. صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل سختی ها، صبر در مقابل امتحاناتی که الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه. یکی دیگر این است برادر عزیز و گرامی، امروز ما در دوران زندگی میکنیم. از یکی از علما پرسیدیم آیا این زمان زمانی است که نگاه کردن ایمان مانند این است که آتش رو در کف دست خود نگه داریم؟ در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در اشراط الساعه که زمانی میرسد که ایمان نگه داشتن مانند این است که آتش رو در دستت نگه داری. الله متعال حفظش کنه، شیخ خندید گفت که برادر این زمان گذشته، این زمان خیلی وقت پیش گذشته. گفت الان در زمانی زندگی میکنیم که انسان ها صبح مؤمن از شب کافر میشه، شب مؤمن از صبح کافر میشه. در حدیث میگه که یمسی مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی کافرا یصبح مؤمنا. شب صبح مسلمان از شب کافر میشه، شب کافر از صبح مسلمان میشه. الان این رو داره با چشم سر میبینید. در ظرف 24 ساعت مسلمان چند بار به اصطلاح افغانی ملاق میخوره بین کفر و ایمان. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بدأ الاسلام غریبا، اسلام در غربت به وجود آمد. یعنی چی؟ سمیه بود، یاسر بود، بلال بود، ابوبکر بود، عمر بود، ظلم بود، شکنجه بود، سختی بود، مشکلات بود، 4 طرف محاصره بود، محاصره اقتصادی. 3 سال پیامبر در یک دره‌ای به نام شعب ابی طالب محاصره میشن. صحابه میگن نیمه‌های شب میبرآمدیم، در ریگ‌های بیابان میگشتیم، گاهی اوقات یک تیکه پوست شتری رو که کسی ذبح کرده باشه، تیکه پوست شتر، فکر کنید پوست شتر، میگه این رو پیدا میکردیم، بعد میآوردیم اینو داخل آب خیس میکردیم یا تر میکردیم به قول افغانی که این یک کمی نرم میشد، بعد این رو با دندانمون میکشیدیم، میمکیدیم که کمی قوت بگیریم. 3 سال، یک روزشو والله طاقت نداریم ما. یک کولرمون خاموش بشه، پنکه برق بره، داد و بیدادمون داره. 3 سال پیامبر در اونجا زندگی کرد. ابو طالب از دنیا رفت. خدیجه همسر نازنینشان محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا از دنیا رفت. چقدر صحابه، چقدر خویشاوندان پیامبر از دنیا رفتن.
چه بیماری هایی که گرفتار شدن در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه. 3 سال این سختی ها رو کشیدن. امروز در حدیث میفرماد که بدأ الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ و سیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. امروز من و تو هم مثل همون یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در غربت زندگی کردن داریم در غربت زندگی میکنیم. امروز رافضه با تو دشمن، ملحد با تو دشمن، کمونیست با تو دشمن، لیبرال با تو دشمن، آمریکا با تو دشمن، ایران با تو دشمن، کشورهای عربی با تو دشمن. یعنی یک روز تو نمیتونی تضمین بکنی که آیا امروز زنده به خانه برمیگردی یا نه. دقیقاً همون زندگی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام در مکه داشتن. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اسلام در غربت با غربت به وجود آمد و برمیگردد به امان غربت. فطوبى للغرباء. طوبا یک درختی است، میگن طبق بعضی از تفاسیر که سواری نمیدونم ساعت ها به پیمای فلان چند فرسخ است و در بهشت، یا یک مرتبه بسیار بالا در بهشت است. میگه این مرتبه بالای بهشت برای اون کسانی هست که در زمان غربت اسلام به دین و به قرآن و سنت پیامبر پایبندن. امروز در یک مسجد میری سنت پیامبر رو انجام میدی، رفع الیدین میکنی، آمین به جهر میکنی، یا شاید بعضیا توجیه بکنن این رو نمیگیم، یا ریش بلند بگذاری چپ چپ به طرفت نگاه میکنن، توهین میشی، اهانت میشی. امروز خواهر مسلمانی که حجاب کامل شرعی رو مراد بکنه، نقاب بپوشه، توهین میشه، تحقیر میشه، اهانت میشه. به همه اینها میگیم فطوبى للغرباء. بابا این بشارت رو پیامبر بهتون داده. به خدا قسم اگر این ایمان و اعتقاد رو داشته باشیم که صادق مصدوق رسول امین صلی الله علیه و سلم که و ما ینطق عن الهوا این بشارت به من و تو داده که فطوبى للغرباء، یا رب یا الله ما را از جمله اون کسانی بگردان که در زمان غربت اسلام به قرآن کریم و به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبند باشیم. اگرچه به ما بخندن، اگرچه به ما فحش بدن، اگرچه ما را اذیت بکنن، اگرچه ما را بیرون بکنن، زندان بکنن، شکنجه بکنن، بکشن، یا رسول الله یا الله ما همون بشارتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم داده همون رو نصیب ما بکن که ما از جمله کسانی باشیم که به ما طوبا نصیب بشه. فطوبى للغرباء. برادر عزیز امروز ما باید با عزت الله سبحانه و تعالی قل ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت از ماست. اگر اندک هستیم، اگر غریب هستیم، اگر کسی رو نداریم، اگر مردم به ما توهین میکنن، اگر در استخبارات ها، کشورها، پلیس ها همه در پی ما هستن، اگر اذیت ما میکنن، پیامبر میگه فطوبى للغرباء. بگذار که اذیت بکنن، بگذار که در راه دین این سختی ها و مشکلات رو بچشیم، چرا میارزد این که طوبا به ما داده شود. و همه این نعمت ها و همه این بشارت ها وقتی به ما میرسد که صبر بکنیم، تحمل بکنیم، این سختی ها و مشکلات رو در راه الله سبحانه و تعالی تحمل بکنیم. آن وقت است که الله سبحانه و تعالی ما را با نبیین و صدیقین و شهدا حشر می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را برادران خود خواندند. صحابه گفتن یا رسول الله ما برادران شما نیستیم؟ گفتن که شما اصحاب من هستید. برادران ما کسانی هستند که در آخر الزمان می آیند، مرا ندیدند، به من ایمان می آورند و از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی می کنند. پس این سختی ها و این مشکلات رو همیشه با جان و دل بخرید و هیچ وقت تلاوت قرآن کریم، نمازهای تهجد. امروز بیشترین نیازی رو که ما مؤمنین و مسلمان ها داریم نمازهای تهجد است. چون میدونید در نماز تهجد همه این غم ها، اندوه ها، مشکلات، همه این رو با پروردگار در میان میگذاری، همه دلت رو خالی میکنی.
بگذارید این اشکتون بریزه، بگذارید ناله کنید، گریه کنید در نمازهای تهجد. امروز با وجود این سختی ها و مشکلات، امروز در زمان غربت اسلام ما نیاز داریم به این نمازها که دلمون رو تسکین بدیم، این استرس و قلق و اینها رو از خودمون دور بکنیم. ما پیرو به دینی هستیم که عزت، شرف، سربلندی از آن ماست، در دنیا و یا در آخرت.